سوال 90 از انرژی کینتیکی و انرژی پتانسیلی سوال‌ها 132 133 و 138 خب بیاین سوال رو خونیم و بعد خوندن فرمولهاشون رو از نظر میگذاریم. دو ورزشگر مساحتشون هر یکیشون 50 کیلوگرم با سرعت موافق 2 و 4 متر ثانیه دویده شدن. انرژی کینتیکی ورزشگر دوم از انرژی کینتیکی ورزشگر یکم چند مرتبه زیاد است، یعنی سرعتش 2 مرتبه زیاد است، لیکن عجبا انرژی کینتیکش هم خیلی 2 مرتبه زیاد میشد یا نه، اون رو میبریم. بیاین اول به خاطر بیاریم فرمول چی بود انرژی کینتیکی رو. انرژی کینتیکی voidaj جولاینا پتانسیلی هم کورم یعنی کینتیکی برابر است به 1 تقسیم 2 ماسه ضرب سرعت در کوادرات. این است انرژی کینتیکی. اکنون بیاین به ورزشگر یکم همچون یک نشون دهیم. ماسه‌اش هر دوش 50 1 تقسیم 2 رو فراموش کنم، 1 تقسیم 2 ضرب 50 و سرعت یکمش 2 در کوادرات است. و اگر این رو کار کنیم این چند میشود؟ 100 جول میشود. از اون ورزشگر دوم 1 تقسیم 2 ماسه وای هم 50 است، لیکن سرعتش 4 است، 4 در کوادرات. این چند میشه؟ 16 8 میشه 400 جول. چطوری که میبینیم انرژی کینتیکی دوم ورزشگر از یکم 4 مرتبه زیادتر است، یعنی سرعت 2 مرتبه بود لیکن انرژی کینتیکی 4 مرتبه، چون که کوادرات برای ما که تاثیر کامل رسونید. 133 درباره انرژی پتانسیلی کیهان‌آوردی ماسه‌اش 80 کیلوگرم در بلندی 10 متر از سطح ماه قرار دارد. چقدر یعنی ماه قرار دارد چقدر است، یعنی انرژی پتانسیلیش. در اینجا یک چند کیهان نشون میدیم. مشتری مریخ راستی گپ نمیدونم، فقط زمین و ماه رو میدونم. برای این رو کار کردن بیاین به خاطر انرژی پتانسیلی چی بود؟ ماسه ضرب شتابی افتشوزات ضرب بلندی است. و از اینجا میگه که تمام از کیهان آورد انرژی پتانسیلیش چی است؟ ماسه‌اش دادگی 80 شتابی در ماه که است. من ماه رو باید انتخاب کنم. این 1/6 ضرب بعد بلندی 10، یعنی در اینجا 80 ضرب 16 چند میشود؟ 1280 جول. 1280 جول اگر خطا نکنم ضرب انرژی پتانسیلی در ماه همین است. اگر در دیگر جا که میگفت شتابی افتشه اوزده اون استفاده میبردن. اگر در زمین میگفت 9/8، اگر در مریخ میگفت 3/7. آخران 138 معلومات جدول استفاده برده بلندی پروازی شاهین رو معین کنید. چی داده شده است؟ دو پرنده عقاب شاهین، عقاب به ما لازم نیست، شاهین که هست، شاهین رو استفاده میبریم. شتابی افتشه اوزده برای هر دوش اخیر است. ماسه‌اش 3 در انرژی پتانسیلی 1500. از انرژی پتانسیلی استفاده برده ما فرمولش میدونیم. ماسه ضرب شتابی افتشه اوزده ضرب بلندی. از ما بلندی میخواد. شاهین انرژی پتانسیلی 1500 است، ماسه‌اش 3 شتابی افتشه اوزده 10 دیگه بلندی رو یابین میگه. از اینجا باید این کار کنم. این متماتیک آسان است. از اینجا میبره چی؟ 50 متر، یعنی جواب ما 3 میشه.